الله افتاده جان امی خواهر اسلامی و حج عمره رفتنیه. شوهرش میگه که من اجازه بدیم و وعده دادش که 10 سال شد میگه میبرمت حج نمیکنه. این کم ترتیب جمع کرده عمره رفتنیه و یا محرم هم یافت از امی برای یا نروه. محرم دارد برای رفتن؟ بله شوهرش راضی نیست؟ حج عمره هم داره. شوهرش راضی نیست؟ شوهرش راضی است یا نه؟ میگه من راضی نیستم. شوهرش میگه من راضی نیستم. برای چی راضی نیست بعد؟ یعنی سبب چی است که راضی نیست؟ میگه که شما بلحوث در عمره رفتنی برای تماشا میره شما. انا میخیلش میگه خیر این بلحوث است یا نیست این را الله میداند، اما شوهر به این حق ندارد. شوهر حق ندارد که بگوید به عمره نرو. لیکن به این خواهر یعنی از من اگر نصیحت پرسید، خواهر ببیند که اگر عمره کرده آمد زندگیش ویران شده نیست، با همین هیچ مراسم در این خانه نمی شود، حتی به طلاق می برد و زندگیش پریشان می شود. کاری کند و شوهرش رو راضی کند. شوهری که گفته است میبرم ان شاء الله میبرد، اما گفت نه شوهرم یکم سیاست دارد، بعد از رفته آمدن من آرام میشد، همین گونه خاراکتر دارد، رفت بوکه نیست ان شاء الله. برای اینکه عمره در نزد بعضی از علما حتی فرض است، لیکن حتما باید احوال خانه رو ببیند. شاید شوهرش از کسایی است که با همین عمره این رو نمیبخشد و دیگر این زندگی ویران شده می رود. و جای این با محرم هایش، با خیش و تبارش، با هر راه شوهرش رو راضی کند که انا من پول دارم، یکم برای شما هم پول پیدا میکنیم همراه میرویم. یعنی این گونه شوهر رو راضی کند از اینکه یکی رود و با همین زندگیش ویران شود. برای اینکه طلاق دیگر میدانید با یک طلاق زندگی که ویران شد دیگر انسان تمام عمر خودش رو نمیبخشد. ان شاء الله شاید برای عمره فرصت دیگر هم پیدا می شود.